خب بنده سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما همراهان عزیز و تمامی دوستداران کریپتو مستر. به ویدیو دیگه از چنل زیبای خودتون خوش اومدید. همراهان عزیز لطفاً قبل از هر چیزی چنل بنده رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت دادتون نره. این کارتون به من انرژی قلبی میده و باعث میشه که ویدیو خیلی جذابتری رو براتون آپلود بکنم. دوستداران عزیز، آیدی تلگرام بنده داخل دیسکریپشن هست. کمکی، مشاوره، همکاری، هر چیزی که دلتون خواست میتونید بیاید اونجا و با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستداران عزیز، ویدیو امروز ما خیلی جذاب هستش. قراره بهتون یاد بدم که چطوری داخل صرافی متمرکز توکن خودتون رو لیست بکنید. خب صرافی که ما امروز مد نظر داریم صرافی البانک هستش. یک صرافی هستش خب نسبتا خوب هستش و کارمون رو راه میندازه. لطفاً تا آخر ویدیو با دقت نگاه بکنید و تمام نکاتی که میگم رو رعایت بکنید که خدای نکرده به مشکل نخورید. خب وارد صرافی البانک میشیم. این صفحه اول صرافی البانک هستش. صرافی هستش که به شدت زیبا هستش و میتونیم روش حساب بکنیم. پایین‌تر که میایم میبینیم که یک سری گزینه‌ها رو برای ما قرار داده. ما قراره بیایم و توکن رو اینجا لیست بکنیم. پس چیکار میکنیم؟ پس میایم از قسمت سرویس و درخواست فرم میدیم در قسمت توکن لیستینگ. وقتی ما این گزینه رو میزنیم، خب وقتی فرم رو برای ما بالا آورد میبینید که چندین تا سوال از ما میپرسه و خب یه سری اطلاعات از ما میخواد که باید اینجا پر بکنیم و براشون ارسال بکنیم که بررسی بکنن آیا واجد شرایط هستیم یا خیر. در مرحله اول از ما خواسته که اسم کامل پروژه خودمون رو به اضافه سمبولش رو وارد بکنیم. برای مثال من می نویسم مستر، اسم کامل پروژه من و MST همون سمبل پروژه من. این است. در مرحله دوم از من خواسته که وبسایت رسمی رو وارد بکنم. من برای مثال این وبسایت رو وارد میکنم. درسته؟ و در مرحله بعد از من خواسته که در قالب 400 کلمه بیام و مختصر پروژه خودم رو توضیح بدم. اگه پروژه شما در حوزه AI هستش خب میتونید توضیح بدید که چه برنامه‌هایی دارید. اگر در قالب گیمینگ هستش میتونید بگید که در آینده میخوام یک بازی گیمینگ طراحی بکنم و غیره. 400 تا کلمه باشه. در کل یک توضیح مختصر باشه. حالا در مورد اعضای تیم خودتون، یعنی مشاور پروژه، فاندر پروژه، خودش هم اینجا مثالای براتون زده. شما میاد اینجا اسمشون رو می نویسید. مثلا من می نویسم مستر و اینجا SEO قرار میدم. درسته؟ شما تمام اعضای پروژه خودتون رو می نویسید، چه به صورت مشاور باشه، چه به صورت فاندر پروژه باشه، چه به صورت برنامه نویس باشه، چه به صورت تیم تبلیغات باشه. همه اینا رو در قالب SEO و غیره قرار میدید. خب اینجا شما میاد و تمام تو ساپلای خودتون رو می نویسید و چه برنامه‌ای دارید برای اینکه اینا رو توضیح بکنید یا بین کاربر خودتون پخش بکنید. خب مثلا من این مقدار رو تا ساپلای قرار میدم. درسته؟ حالا کنارشم همون می نویسم. درسته؟ حالا اینجا میخوام مثلا بنویسم پریسل مثلا 20%. درسته؟ شما باید به این صورت اینا رو قرار بدید. مثلا پریسل 20%، ایردراپ برای مثلا ماینینگ مثلا 10%. به این صورت چیزی که مد نظرتون هست، چیزی که داخل وایت پیپر و رودمپ خودتون قرار دادید رو اینجا وارد میکنید. در مرحله بعدی از من خواسته که خب حالا بلاکچین خودم رو وارد بکنم، یعنی لینکی که با اون اگه داخل
مرورگر سرچ بکنم مستقیما وارد بلاکچین و ارز خودتون بشه. برای مثال من رو شبکه اسمارت چین میخوام مثالش رو بزنم. این شبکه اسمارت چین هستش، مثلا توکن بیبی دوج رو آوردیم بالا. اینجا من اینو کامل کپی میکنم و اینجا قرار. خب به این صورت شما باید اینجا قرارش بدید. در مرحله بعدی از من خواسته که اسمارت کانترکت رو وارد بکنم یا همون قرارداد هوشمند، کانترکت، هر چیزی که شما بگید. وارد بلاکچین خودتون میشید و کانترکت رو کپی میکنید و اینجا وارد میکنید. خب در مرحله بعدی از من خواسته که مشخص بکنم توکن من بر چه بستری است. اگه ERC20 هست خب من وارد میکنم ERC20. اگه BP20 هست که من وارد میکنم BP20. BP20 همون اسمارت چین هستش. و خب اگه حالا بر بستر ترون بود که TRC20 وارد میکنید. همین. گفته آیا توکن شما داخل هیچ صرافی لیست هست؟ منظور صرافی‌های حالا غیر متمرکز. اگه لیست هست کدوم صرافی ها هستش؟ شما اینجا اون رو وارد میکنید یا مثل همین لینکش رو وارد میکنید. خب اینجا ازتون خواسته که لینک سوشال مدیای پروژه خودتون رو یا کسایی که میان و خب شما رو میشناسن، لینک سوشال مدیای خودتون رو، هر پروژه‌ای برای خودش تلگرامی داره، برای خودش فیسبوکی داره، برای خودش توییتری داره. شما میاد سوشال اونا رو اینجا قرار میدید. سوشال خودتون رو کامل اینجا قرار میدید که اونا بیان و بررسی بکنن. در اصل اونا میان و کامیونیتی شما رو بررسی میکنن. البته ازتون خواسته که تعداد دنبال کننده های خودتون هم بنویسید. برای مثلا من مینویسم تلگرام. خب اینجا من لینکش رو قرار میدم، درسته؟ کنارشم مثلا می نویسم 10 من عضو دارم، درسته؟ پایین تر توییتر و فیسبوک و حالا هر سوشال میدیا دیگه که دارید اینجا قرار میدید. و مهمترین بخش ما این هستش که شما اطلاعات خودتون رو اینجا وارد بکنید که ادمین لیستینگ بیاد با شما ارتباط برقرار بکنه، یا اگه مشکلی پیش اومد برای ارز شما داخل صرافی با این اطلاعات بیان و باهاتون تماس برقرار بکنن. شما میتونید از شماره تلفن خودتون استفاده بکنید، از ایمیل استفاده بکنید، از تلگرام استفاده بکنید یا از حتی لینکدین استفاده بکنید. این بستگی به خودتون هست. من پیشنهادم تلگرام هستش، از تلگرام استفاده کنید. خیلی بهتره اینجا آیدی خودتون رو قرار بدید که بیان و با شما ارتباط برقرار بکنن. مرحله بعدی میگه اگه شما کارکنی رو از البانک میشناسید یا باش در ارتباط هستید میتونید اینجا آیدیش رو قرار بدید یا بنویسید برای ما که فرد بیاد با شما صحبت بکنه. و در آخر مهمترین بخش این هستش که شما آیا این تعهدنامه رو میپذیرید؟ میگید بله من میپذیرمش، مشکلی نیست. و البته قبلش حتما اون رو مطالعه بفرمایید و در نهایت گزینه سابمیت رو میزنید و تمام. شما فرم خودتون رو ارسال میکنید. بعد از اینکه فرم خودتون رو ارسال کردید چند روز طول میکشه و خب ادمین باهاتون ارتباط برقرار میکنه. اگه مشکلی بود بهتون میگه و اگه واجد شرایط بودید که خیلی عالیه و توکن شما رو لیست میکنه. البته نکته پایانی و خیلی مهم، لیست شدن داخل صرافی متمرکز رایگان نیست دوستان و خب پلن‌های مختلفی دارن و میان پلن‌های متفاوتی رو کنارتون میذارن، میگن این پلن این ویژگی‌ها رو داره، هزینه‌اش فلان است. هر صرافی برای خودش متفاوت هستش، پس لطفاً در انتخاب خودتون دقت بکنید. امیدوارم پیروز و موفق باشید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا حق، خدا نگهدار.